زیبا است. حضرت مولوی یک قصه دوره در مثنوی انشاءالله هم قصه را بیان میکنیم و بعد وقتی دعا کردن هم شده است به همین به صحبت حسن خاتمه میبخشیم تا هفته دیگر انشاءالله. حضرت میگوید یک مؤذن داشت بس آوازی بد، در میان کافرستان بانگ زد. یک گروه مسلمانان در دارالحرب زندگی میکردند، در مملکت کافرها. بعد هم یک مسجد داشتن و نماز میخواندن، یک مؤذن جوانور داشتن، همون را تاکیدش میکردن که تو آواز تا بلند نکرده دوری مسجد از اون بیته کفایه های. چند گفتندش مگو بانگی نماز که شود جنگ عداوت ها دراز. نصیحتش میکردن که خدای نکرده با ای بالای میزنه از آن نگوی که همین صدای تو سبب جنگ نزاع با کافرها و مشرکان نشود. او ستیزه کرده پس به احتراز، گفت در کافرستان بانگی نماز. یه روز وقت میعاد قلعه یافتیش که نبود بالای میزنه برمده با تمام آواز نعره زد. خلق خایف شد ز فتنه عامه، مردم همه در ترس تعلقه غلطیدن که حوز یگان گپ می شود. خلق خایف شد ز فتنه عامه، خود بیامد کافر با جامه، شمع حلوا با چنان جامه لطیف، هدیه آورده بیامد چن الیف. پرسان کان مؤذن کو کجاست، که صلا و بانگ او راحت فضاست. همه در ترس تعلقه در مسجد جمع شدیم. ناخواست یکی از همون کافرها آمد، یک جامعه فسان در دستش، شمع گرفت از شمع بسیار قیمت بها بود، چراغی عصرهای پیش بود. با این قدر حلوا گرفت است برای دهن شیرینی هدیه آورده است. و گفت همون مؤذن کو در آوازش جانم هدیه آوردمش. این قدر آواز شیرین داشته است، این قدر آواز مقبول داشته است. مردم حیران شدن که سبحان الله از آواز این پرنده ها میتورن این خیل شده است که به این مردک معقول شد. و شرح میتم دختر دارم لطیف و بس سنی، آرزو می بود او را مؤمنی، هیچ این سودا نمی رفت از سرش، پندها می داد چندین کافرش. یک دخترچه دارم گفت، بسیار دخترک صالحه، همین یک محبت اسلام در قلبش پیدا شده است. همین قدر که راهبا و کشیش ها و اپیسکوپا را خانه میارم و ضیافت تشکیل میکنم که میره نصیحت کنه، هیچ از گپش نمیگرده، میگه من مسلمان میشم. هیچ این سودا نمیرفت از سرش، پندها میداد چندین کافرش، در دل او مهر اسلام رسته بود. همچه مجمر بود این غم من چه دود. این اسلام این قدر زیبا است، این قدر گوارا است که در قلبی همون دختر میگه به درجه ریشان دختر بود که دیگه درون به درون می سوختم، ای بنیام دود و می برمده علاج نداشتم، چکارش کنم باقی دختر من. هیچ چاره می ندانستم در آن، تا فرو خواند این مؤذن آن از آن. در فکر بدم، در اندیشه بدم که چکار کنم که یک وقت آواز این مردک بلند شد، آواز این مؤذن. گفت دختر چیست این مکروه بانگ، که بگوشم آمد این ده چاردانگ. در همه عمر این چنین آوازی زیشت، هیچ نشنیدم در این دیر و کنیشت. دختر تلخ کف شد میگه، گفت سبحان الله این چی صدای خنکای، 15-16 ساله شدم در حیاتم این خیل آواز خنک، این خیل صدای گوشخراش نشنیدم، این چی بود؟ خواهرش گفتش که این بانگ از آن هست اعلان شعار مؤمنان. اپش همونجا بدست گفت این آواز از آن های مسلمان ها همدیگر را به نماز دعوت کرده که بیایی نماز بخونه. باورش نامد، بپرسید از دیگر،
دختر قبول نکرد، گفت شما دروغ میگین. نه خب اسلام با این زیبایی، با این پند نصیحت ها، با این تعلیم، با این قرآن جذاب شیرین، همین خیلی با صدای ناخوش صدا کنن مردم دعوت کنن به نماز. باورش نامد، بپرسید از دیگر، آن دیگر هم گفت آره ای پدر. یک کسی دیگر هم پرسید، او گفت جانی پدر راست میگه. همین آوازی از آن است. مسلمان ها هم دیگر را صدا کرده استیان، به دعوتی به نماز کرده استیان. چند یقین گشتش رخی او زرد شد، از مسلمانی دل او سرد شد. وقتی به یقین دانست که همین حقیقتا از آن بوده است، دیگر رغبتش تمام شد، دیگه همون میل رغبتی که در قلب داشت دور شد. راحتم این بود از آوازی او، هدیه آوردم کنون آن مرد کو. برای همین آوازی ای را من دوست داشتم میگه. اگر خدا بگیرش ای آوازی ای خر میتورا. سبب خشنودیم همین است، برای همین هدیه آوردم. کجا هست اون مرد؟ گر به مال و ملک و ثروت فردمه، من دهانش را پر از زر کردمه. اگر گفت قسم به خدا بوی میشیدم، دهانش پر طلا میکردم. به حضرت مولوی نصیحت میکنه، هست ایمان شما زرق و مجاز، راهزن مانند آن بانگ نماز. هشتانه در سر تو بگیره مسلمان ها گفت نکنه که همین ایمان و اسلام شما را مثل همون نمازی، همون شخصی بد صدا خنک صدا زرق و مجاز باشد که مردم از اسلام بتورانه. ببینه که فاسقا و فاجرا دایم چی طعنه میزنن، نماز خانه دیدیم فلان کار کرد، اهل مسجد دیدیم فلان کار کرد، همه را در روی ما میکشن. باید اهل مسجد، اهل نماز چنان رفتار و کرداری داشته باشند، چنان آداب و اخلاقی داشته باشند در همه جا. خواه مکان جای جمعیتی است، خواه جای کار است، خواه مکتب و مدرسه است، در هر جای باشیم همین خیل ادب از خود اظهار کنیم که بی نمازا شرم بدارن، بی نمازا را ذوق کنه، بگن که سبحان الله اگر ما هم نماز میخوندیم شاید صاحب همین خیل ادب میشدیم، شاید خدای تعالی ما را همین خیل هدایت میکرد. هست ایمان شما برق مجاز، راهزن مانند آن بانگ نماز. حضرت عبدالله ابن زید همراه بلال رضی الله عنهما آمدند. یک دیواری بلند بود، حضرت بلال بالا برآمد. عبدالله ابن زید یک کلمه به کلمه از آن براش تلقین کردن گرفت و بلال با صدای خوش شیرین و گوارا و طنین اندازش بار اول در تاریخ اسلام از آن از برای مسلمانان اعلان داشت و صدای شیرین و گوارای از آن تمام فضای مدینه بلکه فضای تمام دنیا را با خود پر کرد. همه وقت حضرت عمر در خانهش بده که نو طهارت کرده است، میخواست مسجد بیاید که صدای از آن همون کلمه های اولش در گوشش زد. دیگر ریداش بر زمین کشیده به طرف مسجد تاخت. آمد گفت یا رسول الله والذی بعثک بالحق لقد رأیت مثل ما رأى. ای حبیب خدا، گفت قسم به خدایی که ترا به پیغمبری بر حق مبعوث کرده است، همه چیز ما هم در خوابم دیدم. حضرت صلی الله علیه و سلم گفت فلله الحمد. ابن هشام در سیره خود آورده است که این از آن از جانب یک صحابه هم کافی نیست، به وحی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمده بود و عمل صحابه ها و خواب صحابه ها باز یک تحکیم دیگری بر بالای آن شد. زیرا وقتی که حضرت عمر این سخن به پیامبر صلی الله علیه و سلم میگوید، حضرت در جوابش گفت یا عمر قد سبقك الوحی، قد سبقك بذلك الوحی، پیش از خواب تو گفت وحی بر من اومده بود. متاسفانه وقتمون تمام شد. انشاءالله در همینجا به سخنمون حسن خاتمه میبخشیم و تا هفته آینده خود را و شما را به خدای عز و جل میسپارم
که خداوند از جمیع بلا و آفات ما و شما را نگهبان باشد و خداوند صاحب علم نافع مان گرداند و از تاریخ سیره حبیبش محمد صلی الله علیه و سلم ما را به حد برخوردار گرداند که هیچ یک مستشرق، هیچ یک معترض، هیچ یک مبتدع نتواند که در تاریخ پیغمبرمان و در تاریخ اصحاب بزرگوار آن حضرت صلی الله علیه و سلم در قلب ما شک ایجاد کند. آمین یا رب العالمین. و بسته است من براتون اعلان میکنم روزهای 18 و 19 همین ماه ایون آزمون قاریای قرآن می شود. اعلام ما در بیرون زدیم. امام بخاری روایت میکند از انس ابن مالک لم یکن احد اشبه برسول الله صلی الله علیه و سلم من الحسن ابن علی. هیچ شخص در دنیا به حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم از حسن فرزند علی شبیه‌تر نبود. و این جوانمرد بسیار حلم بردباری داشت. بعضی به غیرت ها و به حمیت ها وقتی که ای خلافت سروری غلطیده به طعنش میزدن، ملامتش میکردن، اما بسیار حلیم بود، بسیار بردبار بود. ابن کثیر روایت میکنه که در مدینه منوره باره با مروان ابن حکم گپاشو گریخت. مروان ابن حکم والی مدینه بود. مروان ابن حکم سیاست بسیار کرد، دست شهمی خیل کرده، به دست راست اشاره کرده. آرام است میگه. وقتی که حد گذرون با گفت وای حق، وای به حال گفت ای مروان خوب در سر. اما سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم قال الیمین للوجه والیسار للمقعد. تو مگر سخن پیغمبر را نشنیدی که حضرت گفت دست راست برای روی، دست چپ برای قفا. و خونه سوخته اکورات میکنی اقلا به دست چپ اکورات کن، به دست راست نکن. چنان تأثیر کرد مروان ابن حکم که دیگه خاموش شد. تا وقت امام حسن زنده بود چیزش نمیگفت. وقت امام حسن از دنیا گذشت سال 49 هجری و بعد روایات اومده است که حضرت امام از زهر دادن و این زهر یک بار نه چندین مراتبه کم کم دادیان. و اکثر محققان میگن که شخصی که به امام حسن زهر داده است زنش به جعده بنت اشعث ابن قیس. به هر وجه امام حسن در عین جوش و خروش جوانی در سن 56-58 سالگی از همون زهر که به طعامش داده بودن از دنیا گذشت. و وقتی که از دنیا گذشت مروان ابن حکم زار زار گریست. امام حسین گفت که آخه تو بدبخت همون کسی نشتی که با امام حسن جنجال کرده بودی، دعوا کرده بودی؟ گفت بله من با کسی دعوا کردم که حلم صبر بردباریش از همه کوه احد بزرگتر بود. یکم سخنم نگفت. بعد یکم بار شنیدی که من با امام حسن دعوا کرده باشم؟ نکردم. بسیار حلیم بود، بسیار بردبار بود، بسیار بزرگ مرد بود. در روایات اومده است بار میگه همراه رفیقاش نشسته بود. امام حسن بسیار زیبا لباس بود، زیبا صورت بود، بهترین لباس می پوشید. شکل صورتش بعد زیبا بود که دشمنان میدیدن حتی حسد میبردن. یک مرد از مردم شام به مدینه آمده بود برای زیارت روضه پیغمبر. دید اون معرکه را او جوان زیبا را گفت کی چی کس است؟ گفتن حسن است پسر علی. از حسد و کینه لفظش آمد پدرش و خچه دشنام داد. همین بدگهر دشنام داد. امام حسن گفت به فکرم تو مسافر هستی؟ گفت بله. جای خواب داری؟ ندارم. بیا گفت بریم. دفی بیهوده را چکار میکنی؟ تا ای سفر اومده گرسنه موندگی در این باد هوای گرم اوضاع بجا شدگی، عصبات خراب شدگی. بیا گفت برای من سرد بنان و طعام مهمانت بگیرم، انشالله خونه هم نکن، خونه در جات میکنم. آورد همون شخصی را که پدری بزرگوار دشنام داده بود، خودش دشنام داده بود، براش شرایط مهیا کرد که دیگه بنده خاک پاش شد، محب امام حسن گشته بود. همون شخص حلم بردباریش به همین درجه را میرسید حضرت امام.
واقعا شخصی بزرگ سید است. پیغمبر خدا گفت ابن هذا سیدون، ای پسر من گفت سید است. حضرت ابو هریره در کجای میدید میگفت السلام علیکم یا سیدی، سلام بر تو ای سیدی من. با ابو هریره گفتن اوی چه سیدی تو است، تو غلام نباشی که ایتر آزادت کرده باشه. گفت من از زبان گوهرباری پیغمبر صلی الله علیه و سلم شنیدم که حضرت گفت این فرزند من سید است. سید که باشه پس سیدی ما است. گفت در حدیث های صحیح اومده است پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و ابوهما خیر منهما. امام حسن و امام حسین سید جوانهای جنت هستند. سرور جوانهای جنت امام حسن و امام حسین هستند و پدرش علی از هر دوش بهتر است، زیرا پدرش است. حدیث امام حاکم در المستدرک به شرط شیخین روایت کرده است و امام ذهبی در تلخیص با او موافقت میکنه. حدیثی صحیح است. صحابه های پیغمبر بسیار دوستش می‌داشتند. از حضرت امام جابر روایت میکنن در صحیح ابن حبان آمده است که حضرت گفت من سره ان ينظر الى سید شباب اهل الجنه فلینظر الى حسن ابن علی، الى الحسن ابن علی. هر کسی که در همین دنیا میخواه سروری جوانهای جنت ببینه، مرحمت حسن پسر علی را ببینه. این همین سید جوانهای جنت است. و این شخصی بزرگ وقتی که از دنیا میگذشت به دادرش امام حسین وصیت کرد. دادر جان گفت مبادا قصاص من طلب نکنی، مبادا شخصایی را که به ثبوت نرسیده است قاتل بدن شو، با اونا دستی جنگ نزاع بداری. من گفت فردا روز قیامت از قاتلای خودم حق طلب میکنم. در حضور پروردگار بزرگ از قاتلا خودم شخصا گفت حق طلب میکنم. و همین شخص بزرگوار در سال 49 هجری از دنیا گذشت. امام حسین خواست که در پهلوی باباش در داخل حجره بی بی عایشه گراندش، زیرا همونجا یک موضع خالی هست. به نزد بی بی عایشه مادر مشخص فرستاد. بی بی عایشه رضی الله عنها اجازت داد. از حسن بالاتر گفت کی است. اما مروان ابن حکم همراه بنی امیه که در مدینه میزیستند همه سلاح پوشیدند و به اسب سوار شدند. گفتن قسم به خدا نمیگذاریم که امام حسن در اینجا گرانده شود. چی رقم میشده است که عثمان خویش ما در قبرستان بقیعه گرانده شده است، امام حسن هم یاره شما در اینجا میگرانه در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و همه بنی امیه مانع شدن، نگذاشتن که امام حسن در نزد باباش گرانند. حال امام حسن وقتی که همین وصیت کرده بود زنده بود، وقتی که دشمنی و عداوت اونا به گوشش رسید، خداوند ببینید چه حلم و بزرگواریش داده است. گفت یا حسین در بقیعه، در قبرستان بقیعه بر در نزد مادرم بگرانم. من نمیخواهم که مرگ من سبب نزاع جنگی بین مسلمانان شود. خیلی که در زندگیم نخواستم که بین مسلمانان به خاطر حاکمیت و آبرو و عزت دنیا جنگ نزاع شود، همچنین نمیخواهم که مرگم سبب جنگ نزاعی بین مسلمانان شود. ای کاش همه جوان مردای ما هم عقل فراست می داشتن. ای کاش که صلح صلاح ما از رفاهت خود، از وظیفه و منصب خود، از دنیای خود بالا میگذاشتیم. قسم به خدا در این صورت مسلمانان به تمام سیادت، به تمام بزرگی ها می رسیدند. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق